به نام خداوند بخشنده و بخشاینده مهربان. سلام به همه تماشابینانی که این لحظه مرا در نوار میبینند. راستی گپ این ویدیو را کردنی نبودم، اما بعد خبری به صدمه دچار شدنی ماشین و از شنیدن مرگ خواهرم گلندام با 4 فرزندش، درد دلم را درد جانکاهی مرا در زندگی تکان داد. آخر این یک دهشت است، این یک امتحان است در نزد خداوند. شکرانه خداوند میکنم که در دل ما بندگان صبر و طاقت را جای کرده است. از تمام آن شخصانی که در روز مصیبت به ما اظهار همدردی کردند اظهار منتداری بیان میکنم. به رئیس ناحیه درواز که در روز به خاک سپردن جسدها از نام پرزیدنت کشور تاجیکستان محترم امامعلی رحمون اظهار تعزیت داد، رحمت گفتنیم و برنده ردای آزادی شعلای گلخواجه رحمت گفتن در کار، چون که وقتی که این خیل مصیبت ها را نشان میدهد مردم در هیجان می آیند از این خبرها و به خداوند نزدیکتر می شوند و دائما مرگ را پیش نظر می آورند. در آخر سخنم گفتنیم که آن شخصانی در بیرون برآوردن جسدها از آب اشتراک کردند، رحمت. آن نفرانی که در این صدمه هلاک شدند به اهل و عائله خویش و تبار آنها اظهار تعزیت میکنم. روحتان شاد باش، جایتان جنت. جمشید.